رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند خود را از آتش جهنم نجات بدهید اگرچه با نصف خرما باشد. خبر آمد که بهاری دل ما آمده است، مژده‌ای کم شدنی فاصله آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران، از طریق بنیاد خیریه خادم الاسلام شهید خواجه مولانا مجیب الرحمن انصاری تقبله الله در خدمت شما قرار داریم. این بار هم 25 بسته مواد غذایی که شامل برنج، روغن، شکر، روب، چای، صابون و حبوبات می باشه از طریق بنیاد تهیه گردیده که هزینه مالی زیر برادر عزیز و بزرگوار ما جناب حاجی صاحب عطاالله جان خواجه اینها تمویل نمودند که الله تبارک و تعالی دعا میکنین از ایشان مقبول درگاه خود بگرداند. و گفتن همونه که بسته‌های غذایی که تهیه شده از طریق بنیاد و از مصدفینی که از قبل ما اونها سروی نموده بودین انشالله توزیع میشه و باز هم نظر به درخواست دوست عزیز ما که کمک نموده بودن بابت توزیع ازی کدام کلیپ پخش و نشر نمیشه. جزاکم الله اجرکم علی بندگان ما ای خدا ما ای خدا